پلیس کشور کراسنویارسک روسیه روز 12 سپتامبر خبر داد که کارمندان بخش مهاجرت سرریاست کارهای داخلی کشور کراسنویارسک با جلب نیروهای روسگواردی آمان و پلیس منطقه امیلیانووا در یکی از گرمخانه‌های واقع در دهه کاوریگینا با هدف آشکار کردن آلت‌های پایمال کردن قانون‌های مهاجرت رید گذرانیدند. برابر دیدن کارمندان مقامات حفظ حقوق یک قسم کارگران گرمخانه کوشش کردند که پنهان شده خود را از جوابگری برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت خلاص کنند، ولی همه آنها را کارمندان آمان و پلیس برای تفتیش بازداشتند. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در سامانه پلیس کشور کراسنویارسک در جریان تفتیش معلوم شده است که در این گرمخانه 53 مهاجر خارجی از ازبکستان، تاجیکستان و خیتای با نقض قاعده‌های مهاجرت کار می‌کردند. همه آنها را به شعبه پلیس امیلیانووا برده نسبتشان بر اساس قسم یکم ماده 1927 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام دادن معلومات بر دروغ یا سندهای قلبکی هنگام ثبت نام در مقامات مهاجرت پروتکل مأموری ترتیب داده ایزی انگشت و نمونه‌ها برای تشخیص ژنتیکی همه آنها را نیز گرفتند. نسبت به 4 نفر در رابطه با استفاده اسناد تقلبی تفتیش شروع شده است. پلیس مهاجرت کراسنویارسک گفت چنین ریدهای پروفیلاکتیکی در آینده در گرمخانه‌های دیگر نیز برگزار کرده خواهد شد.